درود و عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون. یه آموزش چند دقیقه‌ای آوردم، خیلی چیز اوکیه، در حال حاضر خوب جواب داده، هیچ موردی هم نداشته. عرضم به خدمتتون که بعد از این دوست خوبمون عرفان تشکر کنیم که حالا اینو ران کرد و درست حسابی. حتما استار بدید، من اگر استار نمیدم داخل اکانتم نیستم و روی این حالا به قول روی این مروریه استفاده نمیکنم از گیت هاب. یه دستور خیلی ساده است، هم UDP رو ساپورت میکنه هم TCP رو. عرضم به خدمتتون که خیلی تانل راحتی و فقط با IPv6 میتونید راه اندازی کنید، نیازی ندارید به قول یارو گفتن کار اضافه انجام بدید. اگر سروراتون IPv6 ندارن میشه از طریق لوکال هم این کار رو انجام داد، ولی اگر میتونید به قول ارتان سرورایی تهیه کنید که IPv6 داشته باشین که اصولا اکثریت دارن، یه سری جاهای محدودی هست که نداد. رو دبیان میشه سوار کرد، هم رو اوبنتو. بعد یه سرور رو به چند تا سرور هم میتونید متصل کنید با IPv6 و تو هزینه ها صرفه جویی میشه. طبق روال همیشه 2 تا سرور داریم. من یه لاگین میکنم، ارزم به خدمت تو جفتشون یه لاگین بکنیم. طبق روال همیشه هم که دارم از SSH آنلاین استفاده میکنم. حالا من دستورش اینجا گذاشتم واسه سهولت کار خودم، ولی اینجا تو گیت هابش هم میتونید بردارید. عرضم به خدمت از اونجایی که سرورایی که من دارم جفتشم آپگرید بخوام بکنم خیلی زمان میگیره، نمیخوام زیاد زمان ویدیو رو بگیرم، به قول یه آپدیت خالی میزنم رو جفت سرور ایران و خارجم آپدیت میکنم. فعلا به سرور ایران کاری نداریم، میریم رو سرور ایران که آیپیش با 103 شروع میشه. آپدیت میکنیم، نصب میکنیم 2 تا دستور بعدی رو طبق روال همیشه میزنیم واسه بالا آوردن پنل. دیگه اینا رو خودش توضیح دادیم قبلا، اوایل 2 سال پیش همه رو توضیح دادیم، نیاز به توضیح واضحات نیستش. خب جفتش هم نصب کردیم. من اول میرم پنل صنایع نصب میکنم واسه سهولت کارم که کانفیگ کردنش راحت تر باشه. اینم از پنل صنایعیمون. ارزم به خدمتتون که بالا اومد. پورتش هم من همیشه 443 میذارم، شما هر پورتی دوست داشتید بذارید. خب وارد پنل شدم، من یه پسورد رو عوض کنم، حال نرم برم کپی کنم. پسورد 2 تا 1 میذاریم و تموم شده و رفت. من دیفالتش یسه. خب یه کنترل سی میزنم، یه کلیر میکنم صفحه رو. دوست پنل ما بالا اومد، نه پنلمون نه بالا اومد. خب تو اینجا محدودیت پورت داریم. محدودیت پورت از چه نظر؟ باید تعداد کانفیگ هایی که دارید و اینجا با پورتاش مثل حالا به قول رد هول و اینا دونه دونه پورت های کانفیگ رو بزنید، مثل ریورس تانله که ویدیوی قبلی گذاشتم نیست که همه یه پورت ها رو یه جا ساپورت کنه. خب فعلا کاری با سرور خارجمون نداریم، ما فقط احتیاج به IPv6 سرور خارج داریم و IPv6 سرور ایران. فقط قبل از هر کاری من دوباره میام اینجا یه پینگ از IP هم میگیرم. این موقع من چکاست هم نگرفتم، پینگ میده این ور، هیچ مشکلی هم نداره. اون برم طبیعتا به این پینگ میدهد داخل سرور ایران. حالا یه تست هم از این بگیرم، چون این پینگ میده پس اینم پینگ میده، هیچ مشکلی نداره. اینجا مشکل داره، پینگ نمیده. حالا بذار یه تست کنیم ازشون این جواب میده یا نه. این پینگ نمیده، حالا جالب شد برای خودم هم. خب عرضم به خدمتتون که دستورش از همینجا کپی میکنیم از گیت هابش، میایم رو سرور خارجمون دستور رو پیست میکنیم. رو سرور ایران هم همزمان میزنم که یه ذره تایم ویدیو کمتر بشه، چون زمان برستش نصبش. شما رو پنلتون فرض مثلا حالا چند تا کانفیگ دارید، من حالا ندارم، من میخوام یه دونه بسازم، یه دونه ویلس TCP خالی، هیچی هم نمیسازم.
طبق روال همیشه اصولا سرورهایی که من میگیرم همشون جواب میدن به من بدون کوچکترین مشکلی. حالا بذارید ببینم جواب میده. بله پینگم داد بدون کوچکترین مشکلی، پینگم داد بهم. فقط من اینو یه ذره سفیدش کنم. خب اینه که پینگم به من میده. حالا موردی هم روی این داستان ما نداریم. خب وای میسیم تا این دوتا چیز نصب بشن. دستوری که دادیم و چیزایی که نیاز داره رو نصب کنه و تمامش بره. خب سرور ایران هم نصبش تمام شد، هنوز سرور خارج هم تمام نشده. اصلا عجیبا غریبه. خب رو جفت سرور حتما اول گزینه 1 رو بزنی. یه سری پیش نیازا رو نیاز داره که دانلود میکنه و نصب میکنه. اینتر رو میزنی برمیگرد رو منوی اصلی. منتظر میشم سرور خارج هم بالا بیاد چون باید اول سرور خارجمون رو کانفیگ کنیم. خب اینجا هم پیش نیازا رو نصب میکنم. تمام. گزینه 3 رو میزنیم. ببینید گزینه 2 ریورس تانل IPv4 فقط. گزینه 3 ارزم دایرکت تانل IPv4 و V6 رو ساپورت میکنه. 3 رو میزنیم. اولیش نوشته که دایرکت سرور خارجمون. گزینه 1 رو میزنیم. دوباره گزینه 1 رو میزنیم. دایرکت کنیم. اینجا بچه ببین اگر TLS میخواید استفاده کنید yes بزنید و TLS شو بگیرید. کار خاصی هم نره، یه ساب دامنه باید بهش بدید دیگه. ولی من TLS نمیخوام استفاده کنم، نو رو میزنم. خب اینجا میگه که TLS ندارید، اینتر رو میزنم. میگه میخواید از IPv6 استفاده کنید، yes رو میزنیم. پورت تانلتون بچه اینجا ببینید اتوماتیک یا دیفالتش حالا 8820. هر پورتی دوست داشتید بذارید، هیچ فرقی هم نمیکنه. ما حالا همینو به قول یارو گفتنی همینو میذارم. فقط یه نکته بهتون بگم، الان مثلا اینو من میذارم 88 هستن فرض مثال. سرور بعدیمو رو ایران که میخوام با این کانفیگ کنم پورتش حتما باید فرق میکنه. اگر بخواید چند تا سرور بزنید تک سرور مثلا میخواید تست کنید به قول یارو استفاده کنید، یه پورتی که هر چی اینور میذاریم اونور رو سرور ایرانتون هم بزنید. میگه که پورت واسه TCP تون بدید، اینم میتونید تغییر بدید. دیفالتش 20 همون 20 رو میذارم باشه. پورت UDP ازتون میخواد، میگه پورتی که میخواید تانل انجام بدید من دوباره همونو دیفالتش رو میذارم 2040. یه پسورد از ما میخواد، من میذارم 1 تا 6. چند لحظه وای میسیم و تمام. اینجا میزنه که آیا میخوای لوگش رو ببینی. حالا ما کاری به این نداریم فعلا. میریم رو سرور ایران. اینجا هم گزینه 3 رو میزنیم. این سری گزینه 2 رو میزنیم. اشتباه زدم. اینجا گزینه 2 رو میزنم. خب ارزم به خدمت اد نیو دایرکت کلاینت رو بزنید، 1 میشه اینتر و میگه یه سرویس نیم بهم بدید. حالا اینو میخواد من فرض مثال من میزنم هلند. چند تا سرور میخواید تانل کنید، مثلا بعدی رو میزنید نمیدونم آلمان، حالا هر چند تا که سرور داشتید. خب میزنیم هلند. این از ارزم به خدمت میگه IPv6 میخوای استفاده کنی. اینجا دوباره yes رو میزنی. میگه پورتی که رو سرور زدید به علاوه IPv6 به ما بدید. ببینید اینجا مثال براتون خودش زده. همینو کپی میکنم میارم این پایین. ببینید مثالش همینه. پورت ما چی بود؟ 8820. IPv6 سرور خارجمونم این باید باشه. میاریم داخل همین گروش ها میذاریم و تمام. اینو کپی میکنیم میاریم داخل سرور پیست میکنیم. نوشته که TCP UDP یا هر دو و من میزنم هر دوشو میخوام. بعد میگه پسوردی که روی سرور خارج زدیم همون پسورد رو بزنید. میگه چند تا پورت میخواید تانل کنید. من فرض مثال میزنم 3 تا. خب میگه پورت اولتو به من بده. من میزنم مثلا پورت 1000 رو میخوام. پورت 1 2 3 6 9 رو میخوام. بعد پورت فرض مثال 125 رو میخوام. 3 تا پورت بهش دادم. میگه لوگش رو میخواید ببینید یا نه.
حالا من یه دقیقه اینا رو کانفیگ کنم. پورت 1000 این پورتش رو عوض کنم بکنم 1000 همه رو همین ویلس خالی میزنم. پورت 125 اون یکی پورت یادم نیست، بکنم این بود. حالا این سه تا کانفیگ رو من اینجا کانفیگ کردم، هر سه تاشم برمیدارم میارم اینجا جای اومد پاک کنم. خب این اولی، این دومی، این هم از کانفیگ سوم. اصولا بعد همینجوری هم جواب بدن چون آی پی فیلتر نیست دیگه، این راحت جواب داد. حالا خب ما الان تانل کردیم، اینجا یس رو میزنیم، لوگش رو میبینیم خب که وضعیت تانلمون چطوره. این ورم یس رو بزنید میتونید وضعیت تانل رو ببینید. حالا میتونید IPv6 رو پشت ساب دامنه بذارید، مستقیم IPv6 استفاده کنید، چون یه سریا iOS هستن و بلد نیستن به قول یارو گفتنی IPv6 گوشیاشون رو روشن کنن، اینا نمیشه به مشتری داد. پس مجبوریم فعلا از IPv4 استفاده کنیم، ولی تا حد ممکن اگر تونستین هم IPv6 رو کانفیگاتون ست کنید. همین هر ستاشون هم تغییر میدم. IP سرور ایرانم رو میذارم و یه دیلی ازش میگیرم. خیلی راحت جواب داد. یه دونه تست سرعت هم ازش میگیریم، ببینیم چقدر دانلود میکنه. اینم سرعت دانلوده که چیز باز اصولی و منطقیه. شما حالا فرض مثال این داره تست میگیره اینور، من اینم بهتون بگم. اینتر رو میزنم برمیگردم منوی اصلی. الان میبینید اینجا شو دایرکت کلاینته که حالا چیز خاصی نیست، میتونید ببینید لوگش چجوری است. میتونید گزینه 3 دیلیت کنید، میتونید گزینه 4 ریستارت کنید، گزینه 5 هم به قول افتادین پاک کنید. فرض مثال من یه سرور خارج دیگه دارم، خب میام دوباره گزینه 1 رو میزنم، این سری می‌نویسم مثلا هلند 2 که به اسمش قاطی نشه. IPv6 همون دستورات رو ادامه میدین، فقط IPv6 سرور خارجتون رو مثل همین میارید میذارید. فقط یادتون نره، خواهش میکنم این پورت اولی که وارد میکنید، حالا دیفالتش 8820 روی سرور ایرانتون هم دقیقا همین پورت باید باشه، یعنی اگر پورت دیگه بزنید این کار نمیکنه. خب حالا مثل اینکه پورت 125 منم رد کرد، حالا مهم نیست دیگه، چون اصولا کسی از 125 استفاده نمیکنه که می استفاده میکنم. این هم یه آموزش خیلی ساده و روون، حالا به قول یارتنی چیزی که در حال حاضر رو IPv6 خیلی خوب جواب داده. IPv6 تون هم اگر بتونید هندل کنید و به جای IPv4 IPv6 استفاده کنید، سرعت دانلودتون هم تقریبا بیشتر، هم پینگ کمتری میگیرید. به قول یارتنی اینم حالا یه چیزی که تست کردم و جواب داد. الان یه سری از سرورهای خودم هم رو همین هستش. امیدوارم این آموزشم به دردتون بخوره و حتما به این بنده خدا که زحمت کشید این کانال رو آماده کرده استار بدید. من با اون یکی اکانتم میگم که دادم، ولی خب شما هم وارد شدید، استار رو بدید و ازش حمایت کنید تا ایده های بیشتری هم بتونن بذارن. ایام به کامتون باشه و خدا نگهدار.